عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأما سؤال دیگر این که توحید برای چند قسم است برای ما را بیان بکنید. بارك الله فيكم. توحید برای سه قسم است: توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات و توحید الوهیت. توحید ربوبیت یعنی اینکه افراد الله تعالی بافعاله، افراد الله تعالی بافعاله، فرد و یکتا دانستن الله عز وجل در فعلهایش، که یک نفر اقرار بکند به اینکه الله عز وجل پروردگار همه چیز است، مالک و خالق و رازق همه چیز است. همه چیز الله عز وجل خلق کردگی است و مالکش الله عز وجل است و رازق و رزق دهندش الله عز وجل است و الله عز وجل ذاتی هست که میمیراند و زنده میکند و همه امرها به فرمان و دستور الله عز وجل هستند. این میگن توحید ربوبیت، که الله عز وجل در همه فعلهاش که خلق کردن، رزق دادن، زنده کردن، میرانیدن، همه اینها فعل هستند. بله، پس الله عز وجل در همین فعلها یکتا دانستند که الله همه این کارها را بدون اینکه از کسی کمک بگیرد و احتیاج به کمک کسی داشته باشد، الله عز وجل اینها را خلق کردگی است و رزق میدهد. این میگن توحید ربوبیت. قسم دوم توحید اسماء و صفات است، اینکه الله عز وجل را در اسمها و صفاتش یکتا دانستن، افراد الله تعالی باسماء و صفاته، فرد و یکتا دانستن الله عز وجل در اسمها و صفاتش. برای الله عز وجل اسم و صفات ها است. الله عز وجل علیم است، سمیع است، بصیر است، بینا است، شنواست. و الله عز وجل حی و قیوم است. الله عز وجل بر عرش است و الله عز وجل رؤوف الرحیم است، قدوس است و سلام است، مؤمن است، مهیمن است، عزیز است، جبار است، متکبر است. همه اینها اسما و صفات های الله عز وجل هستند. پس عقیده اهل سنت و جماعت در باب اسما و صفات این است که اونها را اثبات میکنند بدون تحریف، بدون تعطیل، بدون تکییف. ایمان دارند به اسما و صفات الله عز وجل، تحریف نمیکنند، اونها را از حقیقتشون بیرون نمیکنند، تعطیل نمیکنند، انکار نمیکنند اسما و صفات الله عز وجل را، و همچنین کیفیت نمیدهند، زیرا از کیفیت و از چگونگیش الله عز وجل خبر داده نیست. و همچنین تشبیه نمیکنند، زیرا عقیده مشبهه را ندارند. مشبهه یک فرقه باطلی است. پس اهل سنت و جماعت اثبات میکنند بدون تشبیه و بدون کیفیت دادن. و اما قسم سوم توحید الوهیت است، اینکه انسان همه عبادت را برای الله عز وجل انجام بدهد. میگن توحید العباده، یکتا دانستن الله عز وجل در عبادتاش، او را یکتا دانستن و یکتا عبادت کردن، که عبارت است توحید از محبت و خوف و توکل و رجا و امیدواری و همچنین دعا فقط برای الله عز وجل و از الله عز وجل، و همچنین عبادتها را نماز، روزه، زکات، حج، عبادتهای ظاهری و چه باطنی، حکم، طاعت، همه اینها فقط تنها برای الله عز وجل، که برای هیچ احد این عبادتها را باید قرار ندهد. اگر این عبادتها را برای غیر الله عز وجل قرار داد، این نفر میشود مشرک و از اسلام خارج میشود. و من شما هر روز در سوره فاتحه نماز میخونیم، این سوره فاتحه را میخونیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص فقط تنها تو را عبادت میکنیم و خاص فقط تنها از تو استعانت و کمک طلب میکنیم. و این است اقسام توحید. و البته بعضی از اهل علم توحید را بر دو قسم گفتگی هستند که همین معنا را میدهد. یعنی گفتگی هستند که توحید، این تعریف توحید گفتن این معرفت و الاثبات، معرفت و الاثبات اما توحید ربوبیت و اسماء و صفات است. و گفتن که توحید دوم قصد و طلب، که اما توحید الوهیت است. این هیچ فرقیتی و که هیچ ضدیتی با این قسم توحیدی که علمایی که برای سه قسم گفتگی هستند هیچ تضاد و ضدیتی ندارد. بارک الله فیکم.